من سعدالله بلال خواننده صنف دهم مؤسسه دولتی تعلیمی لیسانس برای خوانندگان بالیاقت. من از روی نامیناسیون سیاحی کشاورزی اشتراک نموده و موضوع من امکانات‌های رشد رکریاسیونی و سیاحی در وادی ایسار میباشد. سیاحی در تاجیکستان یکی از ساحه‌های رشد اقتصادی کشور میباشد که سالهای اخیر با سرعت خیلی رشد یافته است. همزمان ذکر کرده شده است که حکومت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت این ساحه توریسم را افضلیت داده است. باید خیلی که تاجیکستان از روی ذخیره رکریاسیونی در بین آسیا مرکزی خیلی پیشرفت میباشد. مثلا ترکمنستان نال از 25%، ازبکستان نال از 7% و جمهوری تاجیکستان باشد 5% که این ذخیره را به طوری باید شاید استفاده برده نمیشه. وادی ایسار یکی از منطقه‌های رکریاسیونی، سیاحی و تاریخی و فرهنگی تاجیکستان به شمار می‌آید که در آن چشمه‌های شفابخش و طبابتی خیلی زیاد میباشد و مانند شنبری، خواجه آبیگرم، یوراز، زیران و غیره میباشد که بسیار سیاحان داخلی و خارجی به آن دیدن آمده. منطقه رکریاسیونی گفته منطقه می‌نامند که قطعه سطح زمین آب یا همبستگی با آن که اهمیت استتیکی، اکولوژی و فرهنگی داشته برای مقصد سالمگردانی و استراحتی برای اهالی استفاده شده است. آسایشگاه شنبری در 26 کیلومتر دورتر از قسم غربی دوشنبه، قسم جنوبی قطارکی ایسار که در بلندی 1150 متر واقع کرده است. آسایشگاه شنبری برای تبابت بیماری‌های معده، روده، عضوهای هاضمه و عضوهای درونی برای تبابت آنها توجیه داده شده است. همچنان آب آسایشگاه شنبری برای تبابت عضوهای تلخه و جگر و از جمله روماتیسم یا کسلی‌های بومدرد پیش بینی شده است که در اینجا اصول‌های تبابت از جمله سوزن‌زنی، فیزیوتراپی و غیره ها برای مانده شده است. آسایشگاه خواجه آبیگرم 40 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه بعد از دهه گروش که راه برای راست به سوی کورورت خواجه آبیگرم میباشد که در بلندی‌های 1790 و 1960 متر واقع کرده است. مسافت از شاهراد تا به این آسایشگاه 6 کیلومتر میباشد. در طول مسافت 400 متر از راه قریب 40 چشمه شفابخش میباشد. صفحه دره در قسمت 38 دریای تکا و بالای دریای ورزاب منطقه صفحه دره واقع کرده است که یگانه منطقه لژرانی که در روی دشت که فراختر میباشد میتواند 1000 نفر لژران را قبول نماید و یگانه چیز رکریاسیونی، اکولوژی و ورزشی و لژرانی بوده. از یادگاری‌های دیگر این شیرکن میباشد که در شیرکن 40 بازیافت‌های گیولوژی، گیدرولوژی و گلاسیولوژی یافته شده است که از جمله از یادگاری‌های گیولوژی باشد این ایزی پای دینازور میباشد که تاریخی خیلی قدیمی دارد. حالا تاکنون این ایزی پای دینازور هم باقی مانده است که شماره آنها به 400 عدد میرسند. قلعه ایسار یکی از موضع‌های برای سیاحان میباشد که این تاریخی خیلی قدیمی دارد. در گذشته از بکیگری‌های قلعه ایسار باقی مانده. مقبره مولانا یعقوب چرخی، در این مقبره استاد یعقوب چرخی را به خاک سپرده شده است که در عصرهای 14 و 15 حیات به سر برده است که همچنان سیاحان زیاد از داخلی و خارجی برای زیارت این پیش می‌آیند. در برابر ناحیه‌های ورزا و ایسار در دره رامید که در واقع در شهر وحدت است از سرعت رکریاسیونی خیلی بای میباشد که مساحت آن 16100 هکتار بوده. سال 1959 ساخته شده است که سال 2013 عنوان رزروات بیوسفری را میگیرد. امکانات برای رشد توریسم. یکم موقع خوبی جغرافیایی گیوگرافی که برای جلب توریستان مساعدت خواهد کرد. دوم وضع معتدل و سیاسی در اقتصادی و اجتماعی در ناحیه که برای جلب توریستان مساعدت خواهد کرد. سوم امکانات انکشاف بازار خدمت‌رسانی
توریستی هنگام سوانح و بودن ذخیره‌های توریستی و اینفراستراکچورهای توریستی. چهارم جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای مبلغ‌گذاری اینفراستراکچور توریستی در ناحیه‌ها. پنجم امکانات‌های رشد یافتن نمودهای گوناگون توریسم در ناحیه‌ها. ششم موجودیت علاقه بین بیرونی جمهوری با دیگر کشورها. کمی‌هایی که برای ساحه توریسم باید برطرف کرده شود. یکم رشد ناکفایه اینفراستراکچور توریستی در ناحیه‌ها. دوم مطابقت نکردن خدمات رسانه‌های توریستی با استانداردهای بین‌المللی. سوم نارسایی‌های جای اکونوم کلاس در مهمانخانه و جای اینفراستراکچور توریستی در استراحت و فراغتگاه. چهارم نارسایی متخصصان بلند اختصاص در اندستری توریسم. پنجم نامطابقی قیمت و صفت خدمات رسانی. نارسایی استفاده متدهای تعلیمی در خدمات رسانی‌های توریستی در کارگاه‌های توریستی. ششم نبودن سیستم با صفت اطلاعاتانی توریستان در ناحیه‌ها. خیلی کفایه است بلال جان. دایر با رشد ساحه سیاحی در منطقه حساب دقت دید منطقه حساب در مفهوم گئوگرافی در نظر داریم. کدام حجت مهم دولتی قبول کرده شد به قریبی و چه نام داره؟ محض برای منطقه حساب. میدانید سوال دیگر است. و سوال آخران کدام نمودهای سیاحی رو شما برای من ندانم که وادی حصار میگه یا خودی منطقه حصار یا که عموما وادی حصار و دره‌های رامتی ورزاب را شما در عین زمان در مرحله کنونی رشد سیاحی در تاجیکستان شما افضلیت میشمارید. کدام نمودهای سیاحی میدونید که خیلی زیاده. کدام هاش شما در جای اول واقع سه تاشون نامبر کنید که همین نمودها در تاجیکستان در همین منطقه آینده خوب دارن. چاله توریسم سمت‌های افضلیت‌ناک توریسم. نمودهای توریسم نمودهای ببخشید سیاحی توریسم نمودهای زیاد داره. مثلا گریم سیاحی آبی است، سیاحی کوهی است، صورتگری است، سیاحی دینی است، سیاحی مثلا گریم شکاری است، سیاحی بسیار قریب یک اگر خطا نکنم حاضر در عین زمان همین سورفینگ دیگر هم همراه کنید اگر قریب 60-70 نمود از سبب که تاجیکستان کدامش را شما در همین برای همین وادی حصاری که شما گفته در مفهوم شما بیزار باشد شما چیز میکنید که همین را میشمارید که همینا آینده خوب دارن و درآمدناک از سبب که 90% فایز تاجیکستان کومه باشد در تاجیکستان سیاحی کوهی همین دره قراتوغ حصار رو میدارد نمیدارد دره قراتوغ در ناحیه فرخا و هیچ نگفته در باره قراتوغ جای برای توریستو خیلی خیلی عجایب تیمور دراست اونجا جای خوشویه جای بس بسیار ای گفتن در کار بود قراتوغ فراموش نکن شیء معلم گفتن رومیت علویده جایه لیکن قراتوغ و وادی سر تعلق دارند. در واقع در شیرکین زیاده از 400 ایزی دینازارها آشکار کرده شده است امتحانی لیکن در دنیا خیلی جاهای خیلی زیاد است در تاعتهای مشترک منافع هم است لیکن محض همین ایزهای دینازور شیرکین با یک خصوصیتشون فرق میکنن که این خصوصیت در دیگر جاها نیست. کدام است بفیر شما؟ از سبب که انگشت پایان آنها 5 تا میباشد 5 درست. مفهوم کشورشناسی شما چه میفهمید؟ مثلا تاجیکستان اذیت رشد جهاد هنرهای مردمی معرفی نمودن کشور خود رو. خب تشکر.